درخت دوستی تقدیم میکند. امروز نماز خط میکنیم پروا نداره، امروز قیامت بیاد بیاریم پروا نداره، امروز ساعتها و لحظه ها مونه در گناه و معصیت خدا میگذرانیم پروا نداره. آدم علیه السلام پیغمبر الهی از خدا میترسه، میگه من یک گناه کردم در تمام عمرم، یک گناه، از همین یک گناه میترسم. لیکن حضرت آدم علیه السلام از بس که فرزند داشت، پیامبران الهی از این امتاشون را دوست می‌دارن، از دست چیزی نمی‌آید، از خدا میترسه، کاری کرده نمی‌کنه. اذهبوا برین از نزد من برین، میگه من به حال خودم گرفتارم، من نمیدونم که عاقبت من چی میشه، برین از نزد من. وقتی که مردم ناامید میشوند برمیگردن، دلش به مردم، دلش به امتش، دلش به فرزنداش میسوزه. میگه ای مردم اذهبوا الی نوح، میگه برین نزد حضرت نوح برین، مانند که چیزی از دست ما نمیآید، ما میگیم جان ما خلاص میکنیم، میگم بچم پیش فلانی برای پیش اون لوگ را بپرسش. حضرت آدم همین قدر خیر کرده میکنه در روز قیامتی، جانش خلاص میکنه، پیش نوح برین. و الی نوح فرزند حضرت آدم میگه پیش نوح برین، شاید از دست نم چیزی بیاید. مردم همگی نزد حضرت نوح یک ریشته امید میمونه، دوان نزد حضرت نوح علیه السلام میروند. میگن یا نوح، ای نوح علیه السلام، انت اول الرسل، ای نوح تو اولین پیغمبری. تا حضرت نوح علیه السلام گذشته ها نبی بودن، حضرت نوح علیه السلام رسول هست، اولین کسی که مأموری به دعوت شد، مردم شرک و بت و پرستی گرفتار شدن، حضرت نوح علیه السلام بود. و سماک الله عبدا شکورا،